کشور افغانستان اگر چهره زشت فقر و جنگ نباشد، کشور زیبایی است. اگر از نزدیکترین شهر افغانستان به کشورمان آغاز کنیم، شهر باستانی هرات با داشتن منارهای بلند، مسجد جامع، قلعه اختیارالدین، آرامگاه خواجه عبدالله انصاری و بسیاری از آثار باستانی ارزشمند دیگر، یکی از مهمترین استانهای افغانستان است. گنبد آرامگاه گوهرشاد بخشی از بنای مدرسه گوهرشاد هست که این بنا در سال 836 قمری توسط گوهرشاد بیگم در هرات ساخته شد. هلمند، نیمروز و قندهار در جنوب افغانستان از دیگر مناطق دیدنی افغانستان است. هرچند پس از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بیشترین تریاک افغانستان اکنون در این مناطق کش می شود. زیبایی های استان همیشه بهار ننگرهار و پر از جنگل های بلوط نورستان نیز همیشه در کلام مردم افغانستان جاری است. از بدخشان و کوههای پامیر و هندوکش اگر بگذریم، بلخ زادگاه مولاناست. هنوز خانگاه پدر مولانا در این استان دیده می شود. مسجد روضی شریف یکی از زیباترین مساجد افغانستان در این استان قرار دارد. مناطق مرکزی افغانستان هم دیدنی های فراوان دارد. گردشگران زیادی در حسرت دیدن بامیان، سرزمین بودا و بندهای طبیعی امیر هستند. بودای سلسال و شهمامه در بامیان هست و اینا یکی از تنها بودای ایستاده در سطح جهان هست که ما نظیر اینا را نداریم. البته از بیان دره زیبای پنشیر، منار جام در غور، آرامگاه‌های سنایی و ابوریحان بیرونی در غزنی و باغ‌های زیبای کابل نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد. اما جنگ‌های طولانی و راه‌های ناامن باعث شده است تا این زیبایی‌ها را حتی خیلی از مردم افغانستان هم نبینند. مردم این کشور از آرزوی خود برای سفر به جای جای افغانستان پس از آمدن صلح میگویند. و خوش دارم که امنیت باشه و امکانات سفر فراهم شود که آدم بتونه سراسری از یک کشور ببینه. خداوند یک امنیت سرتاسری بیاره ما بخوایم بریم. اول کجا؟ اول میریم بامیان که ندیدیم. دیدن اول ما بامیان است. این نزدیک ماست. باور ما افغانایی است که خرقه مبارک در قندهار است و قندهار سفر میکنم. اول بدخشان میرم، مزار میرم، از اونجا بدخشان میرم، بامیان میرم، جلال آباد بریم، کجا میرم و کلگی ماموت میریم. همه این زیبایی ها و حضور هزاران نیروی نظامی خارجی و جنگ جاری در افغانستان باعث شده است تا این کشور امروز به بهشتی ناامن تبدیل شود. کشور افغانستان هزاران آثار باستانی ثبت شده و نشده دارد، اما جنگ چند دهه اخیر در این کشور تاکنون نگذاشته است افغانستان بهره ای از این آثار در حوزه گردشگری ببرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.